به روزرسانی مرز فوریه 2024 این ویدیو به روزرسانی در مورد آنچه در حال حاضر در مرز اتفاق می‌افتد ارائه می‌دهد و موضوعات زیر را پوشش می‌دهد. CBP-1 ممنوعیت ترانزیت عبور از مرز بدون اجازه. از ماه می 2023 تنها راه عبور از مرز برای درخواست پناهندگی استفاده از برنامه به نام CBP-1 است. برنامه CBP-1 یک برنامه تلفن همراه است که توسط دولت ایالات متحده مدیریت می شود و برای درخواست قرار ملاقات برای ورود به ایالات متحده استفاده می شود. تعداد کم استثناء وجود دارد که برای موارد بسیار خاص ایجاد می شود، اما برای اکثر افراد CBP-1 تنها گزینه برای عبور از مرز است. برای درخواست قرار ملاقات برای عبور از مرز با استفاده از CBP-1 باید برنامه ای را بر روی تلفن خود دانلود کنید. جزئیات را برای خود و هر یک از اعضای خانواده که با آنها سفر می کنید ثبت کنید و هر روز درخواست قرار ملاقات دهید تا زمانی که متوجه دریافت قرار ملاقات شوید. با تاریخ و زمان برای زمانی که قرار است از مرز عبور کنید. برای اطلاعات بیشتر در مورد نحوه پر کردن برنامه CBP-1 لطفاً ویدیوهای آموزشی گام به گام CBP-1 را مشاهده کنید. دریافت قرار ملاقات از طریق CBP-1 تنها به شما اجازه ورود به ایالات متحده را می دهد. این مانند دریافت پناهندگی یا هر وضعیت قانونی دیگر در ایالات متحده نیست. برای اینکه بتوانید پس از عبور از مرز به طور قانونی در ایالات متحده زندگی و کار کنید، باید مراحل دادگاه را برای درخواست پناهندگی یا شکل دیگری از وضعیت مهاجرت طی کنید. هیچ راهی برای دانستن این که چی مدت ممکن است مجبور باشید برای یک قرار ملاقات CBP-1 منتظر بمانید وجود ندارد. برخی افراد فقط چند روز منتظر میمانند، در حالی که افراد دیگر ماه‌ها منتظر میمانند. گاهی اوقات برنامه دارای مشکلاتی است که استفاده از آن را دشوار می کند. متاسفانه نه آل آترولادو و نه هیچ سازمان دیگری کنترل بر این مسائل ندارند، زیرا برنامه توسط دولت ایالات متحده مدیریت می شود. مقامات مرزی تقریبا همه کسانی را که بدون قرار ملاقات CBP-1 در یک بندر ورودی حضور می‌یابند رد کردند، حتی اگر بتوانند نشان دهند که در حال تجربه سختی هستند که استفاده از فرایند CBP-1 را بسیار دشوار یا غیر ممکن می کنند. که اگرچه برگرداندن پناهجویان مانند این نقض قوانین مهاجرت ایالات متحده است، اما اگر بدون وقت قبلی در بندر ورودی حاضر شوید به احتمال زیاد شما برگردانده خواهد شد. ممنوعیت حمل و نقل. از ماه می 2023 قانون جدید به نام ممنوعیت حمل و نقل وضع شده است. مهم، این قانون فقط افرادی را تحت تاثیر قرار می دهد که بدون قرار قبلی مانند عبور از رودخانه یا بالا رفتن از دیوار که اهل مکزیک نیستند عبور می کنند. اگر با یک قرار ملاقات عبور کنید مانند CBP-1 یا اگر اهل مکزیک هستید، این قانون برای شما اعمال نخواهد شد. بر اساس ممنوعیت ترانزیت، فردی که بدون تعیین وقت قبلی وارد ایالات متحده می شود، اگر از کشور دیگری در مسیر کشور خود به مرز ایالات متحده سفر کرده باشد، واجد شرایط پناهندگی نخواهد بود. به عنوان مثال، اگر فردی از گواتمالا از طریق مکزیک سفر کند تا به مرز ایالات متحده برسد، وی را واجد شرایط پناهندگی نمی دانند، زیرا در مسیر خود به ایالات متحده از طریق کشور دیگری سفر کرده است. از آنجایی که مکزیکی ها از طریق کشور دیگری برای رسیدن به مرز ایالات متحده سفر نکردند، مکزیکی ها مشمول ممنوعیت ترانزیت نیستند، اما برای همه ملیت های دیگر اعمال می شود. خردسالان بدون همراه، کودکان زیر 18 سال که بدون والدین یا قیم قانونی خود سفر می کنند نیز مشمول این قانون نمی شوند. طبق قانون استثناءات فنی دیگری نیز برای این قاعده وجود دارد، اما نحو اعمال این استثناءات توسط دولت سازگار نبوده است. این ممنوعیت ممکن است برای افرادی که بدون مجوز به دلیل یک حالت عاجل طبیعی عبور کرد، بدون مجوز به دلیل خطر شدید عبور کرد، بدون اجازه پس از درخواست پناهندگی در کشور دیگری عبور کرد، اما این پرونده رد شد. هیچ کس در گروه آنها انگلیسی، اسپانیایی یا کریول هایتی صحبت نمی کنند.
حتی اگر یکی از این معیارها را داشته باشید، تضمین نمی شود که در صورت عبور بدون وقت قبلی دولت شما را از ممنوعیت ترانزیت معاف کند. اگر دولت ممنوعیت ترانزیت را در مورد پرونده شما اعمال کند، شما واجد شرایط پناهندگی در ایالات متحده نخواهد بود. عبور از مرز بدون مجوز. عبور از مرز بدون مجوز به افراد اطلاق می شود که با عبور از رودخانه، بالا رفتن از دیوار یا هر روش غیر رسمی دیگر بدون قرار یا اجازه مقامات مهاجرت ایالات متحده از مرز عبور می کند. عبور از مرز بدون مجوز همیشه خطرناک بوده است، زیرا می تواند از نظر فیزیکی خطرناک باشد و همچنین می تواند عواقب قانونی داشته باشد. در اینجا چند نکته وجود دارد که اگر این موردی است که شما در نظر دارید باید بدانید. بازداشت. افرادی که بدون اجازه عبور می کنند بیشتر در معرض بازداشت قرار می گیرند. بازداشتگاه‌های مهاجرت مانند زندان هستند. اگر شما را بازداشت کنند، طوری رفتار می شود که انگار یک جنایتکار هستید. افراد در مراکز بازداشت دسترسی بسیار کمی به مراقبت‌های پزشکی یا کمک‌های قانونی دارند. افراد بازداشت شده دسترسی محدودی به استفاده از تلفن دارند و معمولاً برای برقراری تماس تلفنی هزینه دارد. غذا و سرویس بهداشتی معمولاً بد است و رفتار نگهبانان اغلب توهین‌آمیز است. اگر بازداشت هستید، ممکن است فقط چند روز در بازداشت بمانید یا ممکن است برای کل پرونده حقوقی خود که میتواند ماه‌ها یا سالها طول بکشد به طور نامحدود بازداشت شوید. جدایی خانواده. اخیراً مهاجرت ایالات متحده اکثر افرادی را که بدون اجازه از منطقه تیخوانا، مکزیک الی عبور می کنند در اردوگاه‌های بیرونی در سمت مرز ایالات متحده نگهداری می کند. دولت برای این اردوگاه‌ها غذا، آب، سرپناه یا مراقبت‌های پزشکی ارائه نکرده است. سازمان‌های غیر انتفاعی مانند آلاترولادو در تامین برخی از این ملزومات کمک کردند، اما این اردوگاه‌ها خطرناک هستند و مردم در شرایط بسیار سخت بیرون زندگی می‌کنند. ما شاهد میزان بالایی از جدایی خانواده‌ای بودیم که افراد از این اردوگاه‌ها خارج می‌شوند. اغلب اوقات همسران از یکدیگر جدا می‌شوند یا سایر اعضای بزرگسالان خانواده جدا می‌شوند. گاهی اوقاتی که از اعضای خانواده جدا شده به بازداشتگاه‌ها فرستاده می‌شود یا برای مدت طولانی تری در اردوگاه‌ها نگهداری می‌شود. پردازش ماده 8. ماده 8 سیاستی است که از ماه می 2023 برقرار شده است. بر اساس ماده 8 اگر فردی نتواند ثابت کند که واجد شرایط پناهندگی است، می تواند اخراج شود که برای بازگشت به ایالات متحده معنی 5 ساله دارد. اگر فرد بازگردد می تواند به دلیل ورود مجدد غیرقانونی مورد پیگرد قانونی قرار گیرد. اتهامات جنایی. اگر شما یا فردی از گروه شما در گذشته اخراج شده اید، ممکن است اگر بدون اجازه عبور کنید ممکن است اتهامات جنایی دریافت کنید. ممنوعیت ترانزیت. اگر بدون اجازه عبور می کنید و از کشور دیگری غیر از مکزیک هستید، احتمالاً ممنوعیت ترانزیت قبلاً مورد بحث برای شما اعمال خواهد شد و ممکن است نتوانید درخواست پناهندگی بدهید. در همبستگی آلاترولادو.